از سربازی تا امپراتوری معاملات. بابک زنجانی در سال 1371 دوران سربازیشو در پادگان اردکان یزد گذراند، اما به خاطر تک پسر بودن به تهران منتقل شد و در بانک مرکزی به عنوان راننده رئیس بانک مشغول به کار شد. همزمان در طلافروشی هم شاگردی میکرد و با خرید یک مغازه کوچک وارد کار سکه و طلا شد. بعدها گروه بزرگ سورینتو تأسیس کرد، هلدینگی فعال در نفت، بانکداری، هواپیمایی و بخش‌های دیگر. تو اوج فعالیتاش ثروتش حدود 13 میلیارد دلار تخمین زده میشد. همکاری دولت ایران با بابک زنجانی در سال 1389 شکل گرفت. دلیل شروع این همکاری شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به خصوص در بخش بانک‌ها و نقل و انتقال پول نفت بود. دولت وقت تصمیم گرفت که از واسطه‌های خصوصی مثل زنجانی برای فروش نفت و بازگرداندن ارز استفاده کنه، چون بانک‌ها نمیتونستن به طور مستقیم پول نفت رو منتقل کنن. این همکاری ادامه داشت تا سال 1392 زمانی که مشکلات بازگرداندن ارز و بدهی‌های انباشته باعث شد پرونده قضایی زنجانی باز بشه. در سال 1392 بازداشت شد. اتهام اون اختلاس میلیاردها دلار از درآمد نفتی ایران بود. در سال 1395 به افساد فی الارض و اعدام محکوم شد، ولی پس از بازگرداندن بخشی از بدهی که بیش از 2 میلیارد دلار بود، حکم اعدامش به 20 سال زندان کاهش یافت. پس از گذشت 10 سال تحت نظارت قضایی موفق به دریافت مرخصی شد. زنجانی دوباره به عرصه اقتصاد برگشت و هلدینگ جدیدی به نام آوان راه اندازی کرد. در سال 1404 نیز قراردادی عظیم با راهن دولت ایران برای تامین لوکوموتیو و واگن به ارزش 61,000 میلیارد تومان امضا کرد. زنجانی اعلام کرده که قصد داره شمشای طلا با استاندارد جهانی عرضه کنه. اونم چنین مدعی شده که 1 تن طلا وارد کشور کرده. زنجانی در تلاش تا خودش رو به عنوان یک کارآفرین موفق و خدمتگزار ملی معرفی کنه. برخی ناظران از بازگشت اون به عرصه اقتصادی ابراز نگرانی کردند، در حالی که برخی دیگر اونو فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های اون در شرایط تحریم میدونن. به نظر شما بابک زنجانی میتونه تو این شرایط به کشور کمک کنه؟